در پرتو دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت نورسان و جوانان دانشمند در منطقه شمال و شرقی شهر خوجند با سهمگذاری صاحبکار وطنی سید مراد دولتov ساختمان مکتب اکسفورد به راه مانده شده است. رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده از جریان بنیاد این مؤسسه تعلیمی شکل نو بازدید نمود. اطلاع داده شد که بنای مذکور با طرز و اصول خاصه معماری دانشگاه شهر قدیمی اکسفورد بریتانیای کبیر بنیاد گردیده دارای تمام امکانات تحصیل و اقامت و فعالیت می باشد. الحال در ساختمان انشاءات مذکور نزدیک 70 نفر ساختمانچیان فعالیت دارند. انتظار می رود که انشاءات مهم تعلیمی در عرفه جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی در سال خانی شنوی 2021-2022 مورد استفاده و بهره برداری قرار داده می شود. در مؤسسه تعلیمی مکتب اکسفورد 450 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می شوند و مؤسسه مکتب تصمیم گرفته است که در محضن تعلیمی اصول تعلیمی بین المللی و زمانوی را عملی نماید. رئیس ولایت رجب‌آی احمدزاده به مؤسس و ساختمانچیان دستور داد که کارهای بناکاری و پودرتی طبق نقشه راه اندازی گردیده با صفت به انجام رسانیده شود. به کارهای آبادانی حدود مؤسسه نیز توجه خاص داده شود. خط کنندگان این مؤسسه تعلیمی در آینده به مؤسسه های مملکت های اروپا فرستاده می شوند. باید قید نمود که دانشگاه های اکسفورد و کمبریج بریتانیای کبیر از جمله مؤسسه های تعلیمی خیلی شهرتمند و با نفوذ به حساب می روند و تحصیل در چنین مؤسسه های سطح جهانی آرزوی هر نورس و جوان است. و خوشبختانه با دستگیری عاقلانه و سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای آخر در مملکت نمایندگان این دانشگاه و کالج و مکتب ها به فعالیت آغاز نموده در زمینه آنها جوانانی با استعداد مملکت برای شامل شدن به زینه تحصیلات عالی دانشگاه های پیشرفته دنیا آماده می گردند. رئیس ولایت همچنین نفرانی مسئول رو در این مؤسسه تعلیمی به راه ماندن اصول های فعال تعلیم در روحیه خودآگاهی و خودشناسی ملی به راه ماندن تعلیم و تربیت نورسان و جوانان و در ضمیر آنها پرورش نمودن مهر به وطن محبوب تاجیکستان را دستور و توصیه داد. صاحبکاران ولایت سوخت شهر خوجند در تطبیق با ثمر هدف‌های سازنده و بنیادکارانه به افتخار استقبال سزاوار جشن فرخنده ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی فعالند. با سهم صاحبکار محلی در منطقه شمال و شرقی شهر خوجند اقدام‌ها برای بنیاد باز یک کارگاه نو استحصالی عملی می‌گردد. بنا به معلومات کارخانه نو اساساً به سمت قبول و کارکرد محصولات کشاورزی و بندوبستی آن روانه کرده شده. آن با دستگاه و تجهیزات معاصر تکنولوژی مجهزانیده می شود و از جهت فراگیری اشیاء خام و اقتدار استحصالی از کارخانه های بزرگی این ساحه خواهد بود. به صاحبکار وسط کارهای باقی مانده و وارد تجهیزات و خط تکنولوژی توصیه داده شد. در منطقه آزاد اقتصادی سوخت با بنیاد باز یک کارگاه استحصالی شماره سوبیکت اقتصادی می افزاید. با سهم صاحبکاری محلی در همکاری با شریکان رشد و با جلب سرمایه های مستقیم کارخانه عظیم استحصال محصولات خلطه های کلان حجمی هر کدام گنجایششان تا 2 تن اشیا و محصولات بنیاد می گردد. رئیس ولایت از جریان بنیاد کارگاه جمعیت دارای محصولات محدود ازیا پالیتکس بازدید به عمل بنا به لایحه پیشنهاد گشته در مرحله اول کارگاه استحصال تا 150,000 خلطه های بیگ بگ را در یک ماه به راه مانده در مرحله های من بعد دایره استحصالی را وسیع می نماید. برای استحصال خلطه ها اشیاء خام گرانوله ها اساساً از فدراسیون روسیه وارد می گردد و آن مطابق به تکنولوژی ها کارکرد شده از آن ریسمان متا استحصال گردیده در سیخ دوزندگی خلطه ها دوخته به فروش آماده می شوند. یعنی سیکل های ریسندگی، بافندگی و دوزندگی در جمعیت عملی می گردد و محصولات استحصال شونده خلطه های کلان حجمی بیگ بگ اساساً به صادرات روانه می گردد. یعنی با فعال گردانی جمعیت استحصال محصولات رقابت پذیری وارداتی وصل کننده عملی گردیده این حصه صاحبکاران ولایت سوخت در تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با صورت کشور می باشد. و از دیگر طرف محض در منطقه آزاد اقتصادی سوخت ساخته شدن کارگاه استحصالی به منفعت صاحبکاران است. زیرا آنها همچون سوبیکت منطقه آزاد اقتصادی از امتیازهای پیشنهاد نموده حکومت جمهوری برخوردار می گردند. سوبیکت منطقه امتیازهای بسیار دارند. یا 2 نمود انداز می‌سپارند همگی. انداز اجتماعی و انداز از درآمد.
دیگه اندازه همش آزاد میباشن. یا فقط هنگام سوبیکت شدن یک پرداخت یک کارت دارن با صاحبکاران کار برده ایستادیم، با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت و شنیده رفته ایستاده است. مثلا با دیروز با اینجا سفارت‌ها میبینن، سفیرای کشورها، سفیر اوکراین اومده بود، سفیر فرانسه اومده بودن، قزاقستان اومده بودن. خیلی صحبت میکنیم، امتیازهای منطقه معرفی میکنیم، با کارخانه‌ای که در منطقه فعالیت دارن شناس میکنیم راست کارشون و خودشون صحبت میکنیم با کارگرها. امکانیت‌ها در منطقه خیلی زیاد هستن. با زیاد شدن شماره کارخانه‌های استحصالی در ولایت سوخت، زمینه‌ها برای زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و بلند برداشتن اقتدار صادراتی گذاشته می‌شود.